میگن یه روز از مجنون پرسیدن تو که اینقدر خاطر لیلی رو میخواستی، اینقدر عاشقش بودی، چرا دستشو نگرفتی باش فرار کنی؟ مجنون جواب عجیبی میده، میگه اگه من با لیلی فرار میکردم قلب مادر لیلی میشکست، قصه میخورد. من هیچ جوره نمیتونم قلبی که لیلی توشه رو بشکنم. فهمیدید چی شد؟ اگه به من بگن بهترین جایگزین و معادل واسه کلمه عشق چیه، قطع به یقین میگم احترام. اگه کسی عاشق شما باشه، واسه خودتون، اطرافیانتون و هر چیزی که بهتون مربوطه بی نهایت احترام قائله. و اگه کسی بهتون بی احترامی میکنه و بازم ادعای عشق میکنه، جدیش نگیرید رفقا. عشق با بی احترامی هیچ میونه ای نداره. پس اگه عاشق همید، اگه خاطر همدیگر رو میخواید، حرمت همدیگر رو حفظ کنید و به هم احترام بذارید. این ادب عشق. آره.